کنسرت جالب آریانا سعید در کشور استرالیا و لباسهای جنجالی آریانا سعید در این کنسرت. آریانا سعید در روی استیج در مقابل هزاران نفر لباسهایش را از تنش دور می اندازد. دلیل این کار آریانا سعید چی بوده است؟ بار دیگر آریانا سعید در صفحات مجازی غوغا برپا کرد. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام و کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. آریانا سعید، ملکه دلها، هنرمند بی‌بدیل، صدای ماندگار در هنر موسیقی افغانستان، یکی از چهره‌های مشهور و رسانه‌ای در افغانستان بوده است. آریانا سعید بر علاوه کارهای هنریش همیشه برای دفاع از حقوق زنان می جنگد و آهنگ‌های اعتراضیش در میان مردم افغانستان آوازه می شود. آریانا سعید چندین بار من حیث سفیر صلح، سفیر حسن نیت، سفیر سرطان سینه در افغانستان اجرای وظیفه کرده است. آریانا اولین دختر خانم افغانی بود که در پارلمان اروپا آهنگش را سرود. آریانا سعید همه ساله کنسرت‌هایش را برای دوستداران و طرفدارانش در سرتاسر جهان برگزار می کند. اولین هنرمند افغانی می باشد که کنسرت‌هایش به سطح بین الملل برگزار می شود. آریانا سعید در جریان برگزاری کنسرت‌هایش در کشور استرالیا چند روز قبل لباس جنجالی بر تنش کرد. بار دیگر آریانا سعید مورد نقد نظر فراوانی در صفحات مجازی شده است، ولی آریانا سعید تاکنون ابراز نظری در این مورد برای دوستداران و طرفدارانش نکرده است. وی همیشه لباس‌های خاص و منحصر به فردش بر تن می‌کند. آریانا اکنون در کشور استرالیا است. قرار است دوباره به کشور ترکیه بیاید و به زندگیش مانند قبل ادامه بدهد. من آرزوی موفقیت، سعادت و خوشبختی برای بانو آریانا سعید از بارگاه عزت الله یزدان تمنا دارم. عزیزان و دوستداران خوبم، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای شما خوبان تمنا دارم. تا درودی دیگر امیتان را به لای منان سپرده موفق و کامگار باشید.